اساساً کاری دل است. لازم نیست که ما زبان خود را درگیر نیت بکنیم. دار و مدار قبولی و رد همه اعمال نظر به احادیث پیامبر علیه السلام به نیت انسان وابستگی دارد. پیامبر علیه السلام می فرماید انما الاعمال بالنیات، جز نیست دار و مدار اعمال به نیت است. نیت است که اعمال انسان را زیبا می سازد. نیت است که اعمال انسان را گرنگ و سنگین می سازد. خدا ناخواسته نیت است که اعمال را بدرنگ یا بد می سازد یا اعمال را سبک می سازد. هیچ عملی بدون نیت پذیرفته نمی شود. نماز به نیت، روزه به نیت، زکات به نیت، همه عبادات به نیت می باشد. نه بر نماز، نه بر روزه، نه بر زکات نیت زبانی شرط نیست.